مادر مقدسترین موجود و سرچشمه حیات بشریت است که مهر و محبتش اندازه ندارد. وصف مادر در ادبیات تاجیک جای خاصه داشته، بزرگان او را رمز جاویدانی و مقدسترین گوهر نایاب می دانند. مادر آن سرچشمه جوشان حیات است که هستی ما را از فیض خود شاداب می گرداند. مادر سرچشمه مهر و محبت، شوکت بیکنار و خرسندی هر یک خاندان است. مادر تو آفتابی در زندگی که ما را گرمی و روشنایی می بخشی. مادر موی سفید سرت برای فرزندانت راه سفید زندگی است. تو مانند زمین یکتای مادر، تو مانند زمین تنهای مادر. مهربانی در جهان دارم که نامش مادر است. قهرمانی در جهان دارم که نامش مادر است. اولین رفتار و گفتارم بود از دست او. نکته‌دانی در جهان دارم که نامش مادر است. آره، سعادت زندگی از بزرگی زن مادر سرچشمه میگیرد. بهودا نگفتند که مادر با یک دستش گهواره و با دست دیگرش دنیا را تکان میدهد. انسان پس از جدا شدن از آغوش گرم مادر قیمت او را درک میکند، زیرا بغیر از آغوش مادر بهشت آسا دیگر جای نیست. عجب دنیای رنگین دارد مادر. زندگی خود شعری است که با علی مادر ابتدا گرفته با نام او خاتمه می‌یابد. ای مادر، تو فرشته بی‌زوالی هستی که مهرت همیشه در قلب هاست، چنانه که شاعر بزرگوار فرمودند. دل مادر چو دریای روان است، جهان مهر مادر بیکران است. ثنا بادا محمد را که گفتا بهشت زیر قدم مادران است. مادر بانوی هر یک خاندان است، حسن بخش زمین و نصرت بخش روح انسان است. نفس مادر نسیمی است که بر جان انسان آرامش می بخشد. چهره مادر برای ما عزیز و مقدس است. تبسم مادر بر روح ما آرامی می بخشد. در آن ساعت که دلگیرم کجای مادری پیرم، بیا بنمای تدبیرم که در گرداب تقدیرم. سرم خواهد نوازش های دستان تو را امروز. دلم خواهد دعایت را، دو دستت را چون دو بال کبوترها. به سوی قبله بگشاده خدا را از فلک ها بر زمین خوانده. گسیلم کرده بر راه های دور، سپس از پشت من بگریسته در خود فرو مانده. چی می پرسی؟ تو از من بیشتر میدانی دنیا را، قسمت را. تو از من بیشتر میدانی صبح و شام دولت را. ولی من هر قدر از حکمت دنیا سبق خواندم، کتب کهنه و نو را چو بالین زیر سر ماندم. فزون از تو ندانستم جهان و زندگانی را، کشش های زمین و آسمانی را. ندانستم که در 100 سالگیم باز مثل کودکی پرپیچ خواهم مرد. ندانستم که بعد شیر پاک تو فقط افسوس خواهم خورد، فقط افسوس خواهم خورد. مهر مادر دریای بیکناری است که ساحل ندارد. سینه پرمهر مادر تا ابد آسوده نیست. قلب او در زیر خاکم یاد فرزند می کند. بمیرم مادر جان، من بر آن چشمان حیرانت.
بر آن رخسار زیبا و بر آن موی گلفشانت تو ما را از محبت درس عبرت داده مادر ز مکتب خانه مهرت صداقت داده مادر همه حرف و هجای تو به عالم سروری دارد به حرف مادری تو خدا هم باوری دارد کف دست دعایت صفحه آیات قرآن است ز سر تا ناخن پای تو ایمان است در این عالم خدا هم در پناه خود نگهبان است کسی که قدر مادر را نداند نامسلمان است اگر درد کند جانت فقط مادر می سوزد به شمع قلب سوزانت فقط مادر می سوزد مسافر گردی و تنها در این دنیای پرغوغا حبیب دل پریشانت فقط مادر می سوزد قسم تا روز پدرودش در آتش های جان خیش به تو تنها دعا خواند فقط مادر می سوزد فقط مادر می سوزد اگر یار تو اغیار شد اگر ناآمدی کار شد به این ناآمدیت فقط مادر می سوزد فقط مادر می سوزد. Примите искренние поздравления с замечательным праздником 8 марта. Этот день является символом уважения, признательности и уважения к женщинам. Вы вносите огромный вклад в развитие общества и сохраняете семейные ценности. С праздником вас, с Международным женским днем! ассалому алайкум муаллимаҷон. иди болвон муборак бошад. با مادرای شما و خواهرای شما و همه نزدیکان شما مبارک رحمان باشد. رحمان ассалому алайкум азиз. рӯзи модарон муборак бошад. جنت که رضای مادران است در زیر قدوم مادران است